شیر یا ببر به نظرتون برنده این رقابت هیجان انگیز کدوم یکیشونه؟ نبرد شیر و ببر همیشه به عنوان یک رویارویی جذاب در نظر گرفته میشه، زیرا توجه همه گربه‌سالان بزرگ رو به خود جلب میکنه. شیرها و ببرها دو رقیب سرسخت در خانواده گربه‌های بزرگ هستند. هر دو عاشق قلمرو خود هستند و هرگز یکدیگر رو در سناریوی رو در روی پادشاهی تحمل نمی کنند. خوشبختانه در طبیعت هر دو با فاصله هزاران کیلومتری از هم جدا شدند. شیر به عنوان پادشاه ساوانای آفریقا تاجگذاری میکنه، در حالی که ببر در جنگل‌های انبوه آسیا و روسیه سلطنت میکنه. هر دو حیوان برای هزاران سال برای بشر شناخته شدند، اما امروزه برای بقای خود می جنگن. حتی بدتر از اون، هنوز اطلاعات کمی در مورد این گربه های بزرگ و باشکوه وجود داره. اگه میخوای نتیجه این جنگ خونی رو بدونی، چنل رو سابسکرایب کن تا از بقیه ویدیو جا نمونی. 1. یک شیر معمولاً حدود 500 تا 550 پوند وزن داره، در حالی که یک ببر سیبری معمولاً حدود 600 تا 650 پوند وزن داره. 2. ببرها از نظر طول بدن از شیرها جلوتر هستند. طول بدن طولانی تر احتمالاً به اونها قدرت عضلات بیشتری نسبت به شیر میده. یک مقایسه قد بین شیرها و ببرها نشون میده که یک ببر سیبری کمی بلندتر از یک شیر آفریقاییه. ببر سیبری 5.5 فوت قد داره، در حالی که یک شیر آفریقایی 5.2 فوت قد داره. 3. ببرها سریعتر از شیرها هستند. ببرها میتونن به صورت 50 مایل در ساعت حرکت کنند، در حالی که شیرها میتوانند حداکثر حدود 45 مایل در ساعت بچرخند. 4. شیرها اندازه جمجمه بزرگتر از ببرها دارند. جمجمه بزرگتر یعنی ضربه بزرگتر و نیروی نیش بزرگتر. 5. حجم مغز بزرگتر ببرها نشون میده که ببرها از شیرها باهوشتر هستند. 6. شیر از صدای بلندتری نسبت به ببر برخورداره. صدای شیرها از 5 مایل دورتر شنیده میشه، در حالی که غرش یک ببر از 3 مایلی قابل شنیدن است. 7. ببرها شناگران عالی هستند و قادر به شکار در آب در هنگام شنا هستند. شیرها نیز میتوانند شنا کنند، اما بیشتر اوقات از شنا خودداری میکنند و در واقع از آب دوری میکنند. 8. شیرها شکارچیان گروهی هستند. آنها برای شکار به یکدیگر وابسته هستند، ولی ببرها از طرف دیگر شکارچیان ماهر و انفرادی هستند. 9. ببر نسبت به شیر دارای پنجه بزرگتره. این همچنین به اون معناه که یک ببر قادر ضربات قدرتمندی رو به یک شیر تو میدون نبرد وارد کنه. 10. وقتی نوبت به پنجه و پنجه زدن میرسه، ببر مثل یک بوکسور عمل میکنه. شیرم از پنجه‌های خود استفاده میکنه، اما به اندازه ببر سریع نیست. 11. شیرها دارای یالهای محافظتی در اطراف گردن خود هستند، در حالی که یک ببر چنین پوششی نداره. از این رو یک مزیت بزرگ قطعاً در یک برخورد به شیر میرسه. 12. در برخورد شیر با ببر نسبت به یک شیر چابکتر و آکروباتیکتره. چابکی یک ببر میتونه یک عامل تعیین کننده برای پیروزی خود در برابر یک شیر در یک مبارزه باشه. ببرها نسبت به شیرها شهرت بیشتری نسبت به حمله به انسانها دارند. جدا از ببرهای سیبری، هر دو شیرهای آفریقایی و ببرهای بنگال دیده شده که به انسانها حمله میکنند
و حتی از اونها تغذیه هم میکنن. 13. در طبیعت 20,000 شیر در مقایسه با 3,500 تا 4,000 ببر وجود داره. 14. یکی از روش‌های حمله شیر ترسوندن حریفه. اونها قطعا میتونن از این بلوف به نفع خود در برابر ببرها استفاده کنن. 15. طبق گفته حیوان شناسان ببر در مقایسه با شیرها مهارت جنگی بیشتری دارن. اونها حتی معتقدن که یک ببر برای جنگ با 3 شیر نر کافی خواهد بود. 16. به گفته مورخان در دوران مغول‌ها برای پیروزی مقابل شیرها از ببر استفاده می‌کردند. 17. تاریخ نگاران معتقدند در دوران امپراتوری روم برای جنگیدن مقابل شیر از ببرها استفاده می‌شد. 18. حتی در ادبیات انگلیسی نتیجه می رود که در نبرد جانوران شیرها بر مقابل ببرها برنده نهایی بودند. 19. به تازگی چند سال گذشته یک ببر در یک باغ وحش در ترکیه با کشیدن چند پنجه در اطراف گلوی یک شیر اون شیر نر رو کشت. نتیجه گیری: بسیاری از گزارش ها وجود داره که در طی آن یک ببر یک شیر رو به قتل رسونده، اما در بیشتر موارد ببرها بسیار جوان بودند یا اینکه ماده یا ببرهای پیری بودند که در بعضی از مناطق به دام افتادند. غیر از این یک ببر کاملا بالغ همواره در همه وقایع تاریخی شیرها رو شکست داده. یعنی پادشاهان انگلیسی، امپراتوری روم، امپراتورهای مغول و غیره در تمام این دعواها یک شیر و یک ببر مساوی و همسان و با یکدیگر به رقابت انداختند و ببر برنده نهایی بود. ممکن است هرگز شاهد چنین برخوردهایی نباشیم، اما ادبیات مربوط به امپراتوری‌های باستان تایید میکنه که یک ببر از نظر مهارت و تیز بودن در جنگ همیشه از شیرها پیروزی میگیره. از این رو در یک دیدار مقابل شیر و ببر برنده نهایی است. به هر حال مرسی که تا اینجا همراهمون بودید. برای خداحافظی چنل سابسکرایب کن تا از بقیه ویدیوها جا نمونی. تا یه ویدیو و یه دانستنی دیگه، خدا نگهدار.